آپارتمان های فروشی 5 اتاقه در تاپترین و بهترین موقعیت شهر نو قلب کابل با دیکور بسیار مفشن شاهی، وسایل شاهی در خدمت شما عزیزا، کاملا نوساخت با تمام سهولت های روز دنیا به نرخ بسیار مناسب. سلام و به نام یاد یکتا و یگانه. امیدوار هستم هر جای در هر گوشه و کنار دنیا که به سر میبرین همیشه خوشحال، سر حال، با انرژی باشین، همیشه با فوری باشین، با عبدالله ابراهیمی باشین تا خوبترین ها و بهترین ها از هم اولتر به دسترس شما عزیزا قرار بگیره. آپارتمان ها فوق العاده خاص از دیکورش، خاص از عزیزا، به خاطر جزئیاتش تا آخر با ما باشین. آدرس آپارتمان ها عزیزای دل در نزدیک چاره یاجاقوب قلب کابل در شهر نو موقعیتش است، نزدیک به سرک عمومی. یک موقعیت کلیدی بسیار خاص داره، نزدیک به بازار هم هست، به چاره هم نزدیک است. در خوبترین و بهترین منزل قرار گرفته، منزل سوم، چهارم و پنجم. مساحت 5 اتاق عزیزای دل 210 متر مربع هست که دارای یک سالن جشنی مفشن شاهی بسیار کلان داره. 5 اتاق داره، 3 تشناب، 1 آشپزخانه، 1 بالکن. پارکینگش فی واحد 1 دانه در موتر، پارکینگ موتر در تحکوی حقتان است عزیزای دل و در خدمت شما عزیزا هست. اسنادش شرعی است، اسناد زمینش قانونی هست. تمام سهولت های روز دنیا را با خود داره، لفت، مرکز گرمی، برق سولری، آب شیرین، گارد 24 ساعته، کمره های امنیتی، همیشه وقت با خاطر شما عزیزا هست. و دوستان عزیز، دیکور دیزاین فوق العاده زیبا شاهی شده، واقعا بسیار زیبا هست، حس شاه بودن هم میده برادر. تمام وسایل شاهی هم برش گرفته شده، آماده. چیزی که شما در تصویر میبینین با تمام این وسایل در خدمت شما عزیزا هست، با تمام اینمی زیبایی های خود. تخت خواب، کوچ، قالین، توشک های عربی، بسیار یک چیز خوب، پردای بسیار مفشن، آماده به خاطر زندگی مرفه، زندگی آرام در خوبترین و بهترین موقعیت به نرخ بسیار خوب. فی متر مربع $750 امریکایی با یک اندک جرامت نرخش از دوستان عزیز. هر عزیز، هر هموطنی که آپارتمان قصر مانند با وسایل در خوبترین و بهترین موقعیت شهر نو میخواه، هر چی عاجلتر، هر چی زودتر واتساپ براتان میه. به خصوص عزیزایی که از وطن دور هستن، واتساپ در خدمت شما عزیزا هست. و عزیزایی که در داخل کشور هستن میتونن با آدرس دفتر فیزیکی ما قلعه فتح‌الله خان، سیرای لیسه زرغونه، راهنمای فوری تشریف بیارن. البته لایک، شیر، کامنت، سابسکرایب فراموش تا نشه دوستان عزیز. شما را میسپارم به الله یکتا و یگانه.